صبح توجه بر راست و پیش مقدم. مهر، عشق، صداقت بر وطن این رسالت هر یک فردی وطندار است. صداقت صمیمی به این سرزمین این سربازان را به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان آورده که امروز هر یک با عزم و اراده قوی پهلو به پهلوی همدیگر ایستاده جوانمردانه به وطن خدمت می‌نمایند. ما وطن گوییم توانا میشویم، ذرگی بنهاده دریا میشویم. نام ما ناموس اجدادان ماست، در سرور خویش پیدا میشویم. برای ما جوانان افتخار است در این وطن خود، در این وطن زیبای خود خدمت مادر وطن کرده ایستادیم. میناداری خود را به پیشوای ملت میرسانیم که ما در زیر سیاست خردمندانه این پیشوا قرار داریم که ما در صف ارتش به یگان کمبودی خدمت مادر وطن کرده ایستادیم. ما شکرانه از استقلالیت وطن میکنیم. حکومت جمهوری تاجیکستان برای جوانان در صف‌های قوه‌های مسلح مملکت تمام شرایط‌ها را مهیا نموده است و همین است که طی سال‌های اخیر صف جوانان دلیر و جسور در تمام جز و تام‌ها افزون گردیده است و این سربازان تلاش می‌ورزند که در این مکتب مردانگی سبق بلند حربی گرفته همیشه برای حمایت این سرزمین مقدس آماده باشند. همه سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم. همین شعر را من شعار خودم دانستم. پس از ختم مکتب میانه به دانشگاه دولتی شهر قرغان‌تپه به نام ناصر خسرو داخل شده آن را با سری بلند ختم نمودم و با خواهش خودم پس از ختم دانشگاه به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شدم. شکرانه از آن میکنم که حالا من طول 6 ماه میشود که یکی از قسم‌های حربی جمهوری تاجیکستان پولک تامیناتی اداره کنی کمانداتور خدمت کرده ایستادم. من از آن افتخار میکنم که سال 2017 را پیشوای ملت محترم جناب عالی سال جوانان اعلان نمود و من تمام نیرو هستی قدرت توانایی را برای حفظ وطن و محافظت وطن دریغ نداشتم، چون که در برابر این همه من سوگند یاد کردم و تمام قدرت توانایم را تا آخر نفس برای حفظ و بوم وطن دریغ نمیدارم. پراکنده لشکر ناید بکار، 200 مرد جنگی به از 100,000. ارتش این مکتب است که جوانان از آن درس مردانگی می آموزند. همچون صاحبان این مرز و بوم صادقانه به وطن خدمت نموده با احترام به مقدسات ملی، صداقت صمیمی به خلق و وطن از خود شجاعتمندی و فرزند صادق ملت بودن را نشان می دهند که این رسالت بزرگ یعنی حفظ و حمایت و آباد کردن و به نسل‌های آینده به میراث گذاشتن سرزمین اجدادی و وطن عزیز وظیفه هر یک فردی خودشناس است.